این 3 نفر واقعی بودن، اما هویتشون هنوز یک راز بزرگه. آماده ای ذهنت منفجر شه؟ اولی جک ریپر، قاتل سریالی که سال 1888 لندن رو به وحشت انداخت. حداقل 5 زن رو وحشیانه کشت و نامه‌های مسخره به پلیس فرستاد. تئوری: دکتر سلطنتی یا حتی عضو خاندان شاه بعد از 130 سال هنوز رازه. دوم، مرد نقاب آهنی، زندانی قرن 17 فرانسه که صورتش همیشه با ماسک آهنی پوشونده بود. پادشاه لویی 14 دستور مخفی کاری داد. تئوری: برادر دوقلوی شاه، رازش با مرگش دفن شد. سوم، زودیاک کیلره، حداقل 5 نفر را کشت و نامه‌های رمزدار با نمادهای عجیب فرستاد. ادعا کرد 37 قربانی داره، حتی بعد دهه‌ها هویتش رازه. تئوری: یعنی هنوز زنده است؟ کدومشون فیلمشون رو دیدی؟ لایک و ساب فراموش نشه.